پول هوا پول نمیباره که ما بگیریم بطور ششلیک بگیریم بیاریم. بیار یک چیزکوی با مزه بیار، یک چیزای غذانات بیار، یک چیزای ویتامین دار بیار، یک سخن خوب گفزن. زنگم نزه التیماس همین بیزار مای زنگ زنگولا. رجب علی ایبرانی. اوچه جان؟ جانا ما مایده اکی نصیب خدا خود ای پای کار، ای پای پیشروی، ای پای زندگی، ای پای رزق روزی و ای پای موفقیت کامیابی. برای کارت بچم الان نگران اوچه جان. رای سفید بچم خوب یگون چی لازم شید زنگوه ها؟ مایل بچم مایل. خوب اوچه جان. خدا بشکر که می ترک هستی. جان کارفته خیلی که کار میریم دیگه چیکار کنیم اینجا نشود میتراب میریم بشینیم اینجا بشینیم یگون پول پیدا نشود فقط رز خدای فقط گوشی همون گپا زکس کنی همون سپیسکش میکنین میریم دیگه نه در کارتا سومیم نه در کیسه نه در کشیده مردک اما در جای کار یک زنگ زنیم یادتون میکنم روز دراز در وقتی که چیکار کنم؟ زنک همین ای بگه میام تا سحر تا همون کار رفتن من دل ما همین خونه میگیرم میفهمی؟ همین کار دم اقلا روزمون بتونیم که آرام آسوده کارمونه پیش بریم زنگم نزه التیماس همین بیزار مای زنگ زنگوله و SMS مردک بگه ای کار که اومدین یک سیخ ششلیک میاریم نفهمیدم بالا نبارگاه گفزه چی تفارد استایل؟ ششلیک با چی؟ اگر این کنیا باشه نه با چی خیلی خب یک تا ششلیک با چی؟ ای برای ششلیک خوردن رنگی ها و نو مادرای ما 3-4 تا فرزنده تربیه کردن در کار 3-4 تا فرزنده با وایه رسوندن در کار پول ای هوا پول نمیباره که ما بگیریم بطور ششلیک بگیریم بیاریم آن اینجا کچکه پیاز 4 تا رمکی چیز بسکه بخوا بشی روزی آمدن داشتید است خیلی بیار دیگه هم زکسا دیگه دم بیبرده ما با فکر من 3-4 فرزند تولد کنی تمام دیگه هم خانه هم بیار ماشین هم بیار ایتالیم بیار دوبای هم بر خدمت کردن در کار برای ششلیک خوردن برای پیتزا خوردن برای دفترچه مکتوب کردن اولین درجه خدمت کردن در کار فرزند تربیه کردن در کار زنگ پنگم نزنی برای سفینه روی من خود استفاده نادیره چو کردی کلی؟ دوستان عزیز مردم توسط تلفن دستی شما در یک ماه از 3000 تا 15000 تومانی کار کردید شما باشین ویدیو بیوده تماشا کردن بگردیم بعدی خاطی خواهران مدران و اپاوی عزیز میرسونه که شرکت فابریک برای هر یک شما شرایط خوبی کاری فراهم آورده اگر که شما میتونید در خونه تو نشسته یگان جنوب رو اومده توسط همین تلفن دستیتون کار و فعالیتتون و بیزنستون پیش برده ماه با ماه از 3000 تا 15000 تومانی کار کنین برای با کار قبول شدن شما در دیپلم لازم نیست زبان خارجی را دونستن لازم نیست دانشجو دخترکو 100% شما میتونید کار کنین اپایی که در کارخانه‌های دولتی کار میکنین شما را در پلنی تلیمتونه که 3000 تا 15000 تومانی با در شرکت فابریک کار کنین برای با کار قبول شدن یگان کسایی که مستند کنین پول نمیتین فقط رقمای دایرکتوری یعنی زالاتای دایرکتوری شرکت فابریک اپای فریدا جان که اینجا رقمش موندگی در واتساپ اینو رجب علی ایبرانی سلام علیک مینویسین اپای من نزدیکی کورا نقطه به نقطه اینال تا با اخیر تا بازینای بالا را شما را میفهمونه و شما را میتونید که رنگین همین اپای ما دایرکتور شده پول به دست بیارین نگفتن همونا که کدامی که در مدت 2 ماه 3 ماه حرکت میکنه صدقاً کار میکنه اپای فریدا یعنی که 5000 تومانی برای دایرکتور شدنش توفاش میکنه با یک چلای طلای دیگه برای همین همه کسا اپا جون مادام مینویسیم
و اونو چلاره قطعی 5000 که دیگه صاحب میشین. واتساپ یا پدا اما کسا مراجعت کنین و صاحب خوشین و صاحب بیزنس. نادیره چون کرده کنی؟ مو بچم دانه که دیگر مو را بچم درو یادم آگدام گی ما خودم خروکم میکنم را بچم را در امی حالت زن انا فهمه که میفهمم را بچم ما می خروک خودم میپذم همین روزای ما همش از سر خودم گذروندم زمستان هم اومد برفم بریده این روز هوا تمام کرده این بچه من در خونه که چیکار کرده باشه یک زنگ نزدیم شه الو رجب علی لابا اوچه جان بچم سوق سلامتک رفته رسیدی؟ بله اوچه جان کار دایم همجه کار کردیستم بچه جان یک چیز التماس کرده میتونو بجان و دیل اوچه جان چیزی که میخواین مرحمت گفت همین بگاه که اومدی یک پارسک ششلیک بیار بچم همین قدیلم ششلیکش ساده که اوچه جان یک پارس نه 10 پارس که لازم باشه حتما من دیگه میبرم رحمت بچم بیا بگوی من تا انتظارم ساق سلامتک بیا بچم آجی برگون تاکسی روی کنم اوچه یا نه؟ نه همین بگاه که اومدی خودت بیار بچم تمام اوچه جانی من بگه حتما میگیرم یک چی دیگه لازم است؟ نه همین همه چی هست همین ششلیک بیار بسه بچم خوب اوچه جانی مایده بچم خدا شکر پدرش خیلی نبود نسبت زن مهربان بود زنک چی میخوایی چی خرم چی بیارم من نمیدونم این بچه در کی رفته خوب که آدم قطعی زن هم خیلی مناسبت کنه خب نمی یک فرزندی آدم بیچاره گردنکش کج نخود که برای یک ششلیک تو زن تا ای قضیق کنی بگه بیا چه باب میکنم و علیکم السلام بگو که رحمت نکی رحمت همین روزا انگم نزدی؟ با همین روز من 2 ساعت زیادی کار کردم عموما نگفتی همون گپا وزمینی کار فهمیدم نگفتی همون گپا عصبم ویران شید ای سحر تو بگر هم که کار کردم خیالم که تو بگر فقط استراحت کرده ایم من خیلی ای سپس یاد بگی که مرا زنگ نزنی مرا غم نتی چکا کسان؟ من هم خیلی افاد کن هم خیلی گفتی همون گپا که زندگی را یاد بگی فهمیدی؟ السلام علیکم اوچه جان السلام علیکم چه داری اوچه جان من؟ خدا با شکر اوچه جان من اینا ششلیکای مخفولی دل تا آوردم اوچه جان من همین ششلیکای پیش همین ششلیکای دوست میداشتگی تا آوردم با میدونی همه در خوبش چه اوچه فاتیرایی که بانو آردی گندمی دهوتی اکو قشلاق بسیار بی سنگی خیلی تو آورد اوچه بذار جانی شرین در دق بودو که کار برو با پیش برو انشالله چی ها داری؟ سوزن بچم رحمت بچم بیا چوی هم افتادم میکشم اوچه میکشم بچم من یک چوی گرمه اگر که بیرو خنک هوای خنک اومدی بچم ای اوچه جان من یه میجا گفتم که بابا سخنهای شما قطعی همه چی گرم میشه همه چی خوب میشه زنده باشید بچم نادیره بیا کلی اینجا بیا جسی شین بچم یک چوی تیم کلی میخواد اینه اینجا شبها رو رجب علی رفته ششلیکای دوست میداشتگی تا
шашликҳои бо мазза гирифта овардан. Бо мегоништа чомада бо кулчаҳое ки аз орди гандум тайёр шудаган. Кулчаи гарма кака. Ана ба чамбару шашликака ба мазза карда хӯр. Фаҳмидӣ? Раҳмат хӯраҷа. Оши ҷона чава. Раҳмат. Шуд сюрприз кардай барои ту. Оши чава. خاله رحمت به شما که همیشه مرا درک میکنید در کنارمید در همه حالت رحمت شما به جای مادرمید بر بچه باشی جان بچه برخور باشی چه تو سر شدن تخور بچه رجب علی یا چای دیگر نتم نه رحمت بچه ما چرا نفهمیدم چی بچه بخیر یعنی چند روزه اهمیت میتون بچم ای را بیار او را بیار میارم میگیری من کریم جان برای تا من دختر جان برای تا من نمیفهمم چرا شما مادری من یا مادری کلیم اصوی بچه جان ای را ایرکه کردن در کار نیست این روز هر یک چیزی میخواسته شد هر یک چیزی دلکش آورده در دهنش دخته است بچه جان اگر طوری سرمون میگویم راست میگی بچم همین زنک به خاطری کی خانه ما اومده به خاطری تو کلینی خاندانی ما شده همین زنک در بطنش فرزند کی میگیره فرزند تو اینم فرزند یک آدمه بچم امروز از در خاندانی ما در اومده این کلینی من دختری ما علاقه حساب میشه تا مادر این خبر میشه که چی دل دخترش میکشه میدونی چقدر عبور میشه و من زن هستم من امروز که قدری زن ندانم من امروز که قدری حامله‌داری اینا که ندانم کی میدونه دیگه بچم بچه ساده آخه میخوایی که پگه زن فرزند سالم به دنیا بیار یک چیزکای به مزه بیار یک چیزای غذانات بیار یک چیزای ویتامین دار بیار یک سخن خوب گفت زن بچم که این حامله‌داره فهمیدی عصبش آرام که شد فرزندم در بطن مادر آرام میشه نیست خیلی بیرحمی بچم هرچند ظالمی هرچند بیرحمی نسبت زن مهر نداری دل نداری مهربانی نداری نسبت فرزند مردم رحم نداری اقلا از برای خدا به فرزند خودت رحم کن دلت سوزه